اعتراض گسترده مقامات دولتی ایران به نبود کارگر در صنایع کشور. از مرغداری‌ها تا صنایع انبوه‌سازی همه جا سوت و کور است. گویی تعطیلات رسمی یا روز 13 به در فرا رسیده باشد. زمانی در همین بخش‌ها کارگران افغانستانی مشغول کار سخت و بیوقفه بودند و کارفرمایان نیز رضایت داشتند. اما اکنون کارفرمایان معترضند و کارگران افغان یا در آستانه اخراج قرار دارند و یا در افغانستان بیکار هستند. مقامات ایرانی نیز این واقعیت را درک کردند و در روزهای اخیر گاه به طور مستقیم و گاه غیر مستقیم نیاز شدید به نیروی کار یدی افغانستانی را آشکار کردند. در این میان صنعت ساختمان و انبوه‌سازی بیشترین آسیب را دیده و حتی صدای اعتراض رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز بلند شده است. آموزش دیدن، واقعا کارگر ساده اومده بود اینجا تقریبا شده بود بنا و خیلی از در واقع همکارای افغانی خودشون آورده بودن، با خودشون همراه کرده بودن و این مسئله تقریبا میشه گفت نیروی انسانی داخلی ما را مخصوصا در بخش‌های پایین دست، حالا اون مسئله بنا و در واقع کارگر فنی رو کمتر، ولی در مسئله بخش کارگر ساده خیلی در واقع وابسته کرده بودن ما را و بخش و کارگر ایرانی تقریبا از رده خارج شده بود از بخش مسئله در واقع کارگر ساده و این یه دفعه شما فکر کنید در از یک ماه بیان 4 میلیون افغانی رو از کشور خارج بکنن یا بخوان مثلا دپورت بکنن. از این مسئله یه دفعه در بخش کارهای مخزن حمایتی ما که خیلی تاثیرگذار بود چون قیمت واقعا قیمت تنظیم شده پایینی هست تاثیرگذار بود. الان هم ما درخواست کردیم واقعا از وزارت کشور که این در واقع بیان یک تمهیداتی رو اندیشن و یه فکری بکنن. حداقل کشورهای خارجی من یادم هست ما بچهای ما قدیما میرفتن به کشور ژاپن، اونجا میگفتن کارفرما ما رو درخواست میکنه از دولتشون که تحت در واقع حمایت کارفرما ما میریم اونجا، به تقاضای کارفرما میریم اونجا کار براشون انجام میدیم. خب اینجا هم میتونستن این کارو بکنن، یعنی در تعهد کارفرما قرار بدن تعدادی که نیاز دارن یا اصلا یه شرکت هایی را در واقع بیان برای این کار تربیت بکنن، شرکت هایی بیان نیروی انسانی رو در واقع تحت حمایت خودشون و کنترل خودشون بیارن توزیع بکنن در بخش های مختلف. این کار خیلی عملیاتی بود، ولی خب بعد این مدتی اومدن اون کارگرایی که مجوز داشتن یا پاسپورت داشتن اونا رو مهلت دادن، ولی از ابتدا این کارو نکردن. یه دفعه اومدن همه رو به یه چوبرون دادن، همه رو بیرون کردن و کارگاه ها در واقع خالی موند. کمبود کارگران افغانستانی فقط به بخش ساختمان محدود نمانده و مرغداری‌ها را هم دچار زیان مالی کرده است. برون رفته اتباعی که الان مستحضر هستید واقعا داره ما رو اذیت میکنه. یعنی ما واقعا ایرانی نمیاد داخل مرغداری‌ها کار بکنه و این ضربه سنگینی به تولید زده و تولید کننده زده. به گفته مسئولان ایران کارگر دارد، اما در مشاغلی که پیشتر افغانستانی‌ها انجام می‌دادند کسی حاضر به کار نیست. پس ما بازار کاری که از اتباع بیگانه توهیش بکنیم با نیروی کار ایرانی به راحتی جایگزین نمیشه، چون مثلا یه نفر با مدرک لیسانس نمیره چاه بکنه ساختمون عملگری بکنه برای ساختمون یا مشاغلی که عمدتاً اتباع بیگانه در کشور ما دارن تا به امروز انجام میدن. پس به نظر میرسه ما همچنان برای بخشی از این کسب و کارها نیازمند نیروی کار یدی هستیم و حضور اتباع در ایران میتونه ارزش اقتصادی مثبتی هم داشته باشه.